با جماعت دیوتی لایق شهری آمده نخست با رئیس جماعت نبیجان قرایف هم صحبت شدیم و او گفت که اقدام به نیازمندان کمک نمودن پیوسته در مد نظر است و این عمل خیر همه ساله راه اندازی می شود. بعدا یک جا با ماشین پربار از مواد خوراکه نخست راه پیش گرفتیم سوی منزل ساکن دیه قصر بیبی باباجانوی 74 ساله. او عرض سپاس خود را به تشبسکاران این اقدام نیک که امروز اهل عائله و معیوب گروه یک بیماری بستری زیبنیسو شریف او را عیادت نمودن چنین بیان داشت. خدایا خداوند کل بنده مومن در کجای باشد ساغ رفت سلامت نون یافتگیش بشر نیا خورد هزاران رحمت کلاش ما. سلامت ایگم و 76 ساله که 22 سال این جانب نابیناست عالم آدم را با چشم دل دیده اون روز هم با امر همین دل دست دعا برداشت. الهی همه قبله بر کوب ده دور کوب شما نگاه دارم قدم کای نیک مونه روز کای نیک بینید مراد کای نیک بینید در دور رنج برداشت کنه دور نکو مهاجر مسافر که ساخت سلامت بیام بر جان فردن شوی چشپش کن روزی که خیر نمازات آن قبول کنه الهی ده هیچ روز در نمانید خاره زاره نبینید. ساکنین دیگری دیه قصر معیوب گروه یک خدای بردی قرایف را نیز عیادت حزبیان خوشنود ساخت. اکوی خدای بردی رو افتاده نشوید البته خداوند درد داد با خداوند شفاشم میدهد البته. 33 سال خوراک سال نکن. من آزه هوای نچخی نمیچخی خونی که به یوان ساده نمیتون. اقدام حزبیان جماعت دیوتی لایق را مدیر شعبه تشکیلی کمیته حزب خلق دموکراسی تایستان در شهر پنجکین شهرزاد رحمتوف دستگیری نموده آن را تشبث نیک دانست در ماه شریف رمضان. امروزها در اساس دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلق دموکراسی تاجیکستان درام امامعلی رحمان در ماه شریف رمضان ما کمیته اجرایی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان تصمیم گرفته است که اعضایان فعالان جانبداران حزب خلق دموکراسی تاجیکستان را برای کارهای خیر و ثواب جلب نماید و امروز با تشبث رئیس تشکیلات ابتدایی حزبی جماعت دیهات لایق شیرعلی محترم قریف نبیجان با 45 نفر اویله‌های کمبیزاعت خواجگی‌های کمبیزاعت اویله‌های کمبیزاعت یتیمان بیماران کمبیزاعتان عیادت و موادهای خوراکه رسانیده شد. از دیگر صاحبکاران و دیگر فعالان اعضایان حزب وکیلان دعوت به عمل می‌آوریم که این کارهای خیر و ثواب را در این روزها ادامه دهند. اون روز بسیار ساکنانی با کمک دستگیری نیازمند جماعت دیوتی لایق شهری عیادت کرده شده و آنها مواد خوراکه تقدیم گردیدند. رئیس جماعت نبیجان قرایف گفت که چنین اقدامات نیک منبع نیز ادامه خواهد یافت و آنها تدبیرها می‌اندیشند تا که ماه شریف رمضان واقعا هم به ماه کارهای خیر و احسان تبدیل داده شود. در اساس سفارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب محترم امامعلی رحمان ما اقدام گرفتیم که در ماه شریف رمضان با اویله‌های کمبیزاعت بی‌پرستاران کمک خود را رسانیم. من امروز با 40 نفر اویله‌های کمبیزاعت با خوراک یک خلطه آرد مکرون یک وکلشکه روغن کمک کردیم. من بعد کوشش می نماییم که با اویله‌های کمبیزاعت کمک نماییم.